در مورد مقام و منزلت مادر بسیار حرفای خوب گفتید و مناسبت خود شما با مادر چگونه است؟ من اصلا ندیدم چگونه مادر داشتم. خیلی خردسال بودم که مادرم از دنیا گذشت. هیچ چیز از مادر یاد ندارم. نه رنگ و بوی، نه حسن و جمال، نه قد و قامت، نه آغوش گرم، نه لحن شیرین. یک تجربه تلخ از زندگی دارم که برای همین دائم تاکید میکنم برادرها به قدر مادرها برسین، به قدر پدرها برسین. این سوز دل است و هر کسی در پیش من آچه جان میگوید خیال میکنم دلم رو کنده میگیرد. ای کاش این آچه جان رو من میداشتم. و هر کسی به کدام مقام عالی که نرسیده باشد حتما دعای مادر پشتش است. ببین فلسفه عرفان یا دین و مذهب اینو میگن که برای پگاه امروز چشم باز کن که پگاه آمدنی است. و وقتی در وصف مادر صحبت کردیم در جای یک کس گفت که هر چی گفتی برای من گفتی. من 3 روز پیش مادر رو از دست دادم. چرا این گپا رو پیشتر نگفتند؟ هر روز این گپا هست. هر روز احترام مادر است. اما وقتی مادر شکایت میکند که مرا فرزندم به احترامی میکند، تحقیر میکند، سنگ ملامت میزند، باور کن از غضب خود داشته نمیتونم. چرا خدای مجازی آمده از در میدراید میپرسدت که سیر است یا گرسنه هستی؟ چرا تبت والده نیست؟ چیکار کنم که خرسند و خوشنود شوی؟ چرا در زندگیش قدر نمیکنی؟ چون از تجربه هر وقتی که مردم آچه جان میگوید یا مادر جان میگوید ای کاش این مادر جان من میداشتم، اقلا عقلی میداشتم که حسن جمالش باید میماند یا نوازیشش باید میماند، چیزی نیست باید. هر وقتی که از اپا میپرسم، اپای کلان من وقتی میپرسم که مادرم را وصف کن یا صفت کن، مادر ما 32 ساله یا 33 ساله از دنیا گذشته است. میگه همین وصیت آخرانش به اپای کلان همین بود: بچه‌ام خوب نگاه کن، بچه‌ام خوب نگاه کن، با کدام عیب نقصان نشود التماس بچه‌ام نزن. این فقط نفس آخران بچه‌ام بود. بله این وصف شنیدنش آسان نیست. همون پروردگاری که میگوید جز من کسی را اطاعت نکنید و پدر مادرتون نکو باشید، نکوکار باشید، شکرگزار باشید، احسان کنید، دوست بدارید، قدر بدانید. در همین زمینه میگم اون که اون نور چشم تاج سر است، مادر است و مادر است و مادر است. جوانی مادردار، پسر یا دختری مادردار، هر کسی مادر دارد. این دنیا برگشتنی نیست. ایام مادرداری را قدر کنید. بله. به قدر آچه جان برسید. بله. به قدر پدر جان برسید. هرگز نگذارد که خوار شوند. از طبیعت بیولوژی خودشان مانده زودتر اینا را پیر نکنید. از غم و اندوه اینا را ایمن نگاه بدارید. از با گرسنگی آدم که پیر شد کم میخورد یا اصلا نمیخورد و اشتها هم ندارد. اشتهای پدر و مادر دیدار فرزند است.